بزرگترین خط آهن افغانستان در حال گسترش با کشورهای منطقه و جهان است. خط آهنی که میلیون ها دلار برای افغانستان درآمد خواهند داشت. شروع این خط آهن از ایران تا به هرات افغانستان ادامه یافته است و قرار است با کشورهای منطقه ادامه پیدا کند. راه آهن هرات خواف 226 کیلومتر طول دارد که 77 کیلومتر آن در خاک ایران و 149 کیلومتر آن در خاک افغانستان قرار دارند. پروژه خط آهن از ایران در سال 1386 و در خاک افغانستان در سال 1395 آغاز شده بود. این راه آهن در 4 بخش ساخته شده است که 2 بخش آن در خاک ایران و 2 بخش دیگری آن در خاک افغانستان می باشند. قرار است راه آهن خواف هرات سالانه 6 میلیون تن بار و 1 میلیون مسافر را جابجا کنند و نه تنها تجارت افغانستان با ایران را تقویت می کنند بلکه اهمیت زیادی برای کشورهای منطقه خواهند داشت. تجارت بین هرات و خواف می تواند هرات را به یک بخش بزرگ تجاری تبدیل کند و در صورت بهره برداری از پروژه کوریدور ریلی 5 کشور هرات دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی یا دروازه آسیای مرکزی به ایران خواهند شد. این مسیر ریلی ایران از خواف تا روزنک در ولایت هرات افغانستان ادامه دارد. قطعه 4 خط آهن هرات خواف از ایستگاه روزنک تا شهرک صنعتی هرات گسترش دارد. شهرک صنعتی در ولسوالی گذره هرات واقع است. یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی افغانستان است که بیش از 300 کارخانه تولیدی در این شهرک فعال است. بخشی از کالاهای خام شهرک صنعتی هرات از کشور ایران تأمین می شود و بهره‌گیری از ظرفیت خط آهن حمل و نقل کالاها را کاهش خواهند داد. کالاهای ترانزیتی افغانستان از طریق خط آهن هرات خواف به اروپا صادر خواهند شد. اتصال راه آهن از هرات به شمال افغانستان به بهبود و وضعیت اقتصادی کل منطقه مؤثر واقع می شود. با گسترش خط آهن هرات به عنوان ایستگاه مرکزی برای حمل و نقل کالا به کشورهای اروپایی، خلیج فارس و اقیانوس هند مبدل خواهند شد. اما این مقدمه برای ارتباط شرق به غرب، قاره آسیا تا به اروپا است. اگرچه این طرح ابتدا روند صادرات ایران به افغانستان را تسهیل می‌کنند، اما تکمیل کننده مسیر 2000 کیلومتری در کوریدور ریلی شرق به غرب جهان از چین، ازبکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا است تا تعاملات اقتصادی میان 5 کشور از شرق آسیا تا غرب این قاره را سرعت می‌بخشند. در اهمیت راه اندازی این شبکه ریلی برای مردم افغانستان این که این پروژه افغانستان را به عنوان کشورهای محصور در خشکی از مسیر امن به آبهای آزاد جهان در بنادر جنوبی کشور ایران به اروپا وصل می‌کنند. ساخت خط آهن خواف هرات تا حد زیادی در زمان حکومت پیشین افغانستان تکمیل شده بود، اما کار روی این پروژه پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان متوقف شد و سپس دوباره شروع شد و به اتمام رسید. خط ریلی خواف هرات علاوه بر آنکه از لحاظ حمل و نقل داخلی، بار و مسافر اهمیت دارد، از منظر اتصال کشور افغانستان از طریق شبکه ریلی ایران به آبهای آزاد و حتی کشورهای اروپایی اهمیت بسیار بالایی دارد و از سوی دیگر حمل و نقل ترانزیتی بار و کالاها به کشور افغانستان و در ادامه به کشورهای شرقی آسیا نیز برای ایران میتواند بسیار مهم باشد. اولین محموله تجاری به صورت آزمایشی در سال 1399 به وسیله قطار از ایران بارگیری و وارد خاک افغانستان شد. به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، این گروه تلاش کرده است که ارتباط ترانزیتی از طریق راه آهن را با کشورهای همسایه گسترش دهند. علاوه بر خط آهن خواف هرات، ازبکستان، پاکستان و افغانستان همچنان اقدامات عملی ساخت خط ریلی ترانس افغانستان با هدف برقراری ارتباط ریلی بین تریمیک و پشاور را آغاز کردند.
ارزش تخمینی طرح خط ریلی ترمیک مزار شریف کابل پشاور معادل 5 میلیارد دلار است. این خط ریلی به طول 600 کیلومتر دسترسی کشورهای آسیای مرکزی را به بنادر اصلی پاکستان فراهم میکنند که منجر به توسعه روابط و تجارت منطقه‌ای میشوند. این مسیر راه آهن بخش کلیدی از پروژه 2 میلیارد دلاری کوریدور راه آهن 5 کشور است. پروژه کوریدور خط آهن 5 کشور احداث یک خط راه آهن عبور کننده از کشورهای چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران را پیش بینی میکنند که با ادامه به ترکیه خواهند رسید. این خط آهن کشورهای یاد شده را نه تنها به یکدیگر بلکه به اروپا متصل خواهند کرد. این مسیر ریلی قطعه از مسیر رهگذر بین المللی شرق به غرب است و در کاهش هزینه‌های صادرات و باربری کالاهای چینی به اروپا نقش مهمی دارد. این مسیر ظرفیت حمل و نقل 1 میلیون مسافر و حدود 6 میلیون تن کالا را در سال دارد. افغانستان دست کم 2440 کیلومتر خط آهن نیاز دارد و تخمین ابتدایی برای ساخت 1290 کیلومتر خط آهن حدود 2 میلیارد و 255 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند. این خط راه آهن به عنوان اتصال بین افغانستان و ایران تجارت بین دو کشور را تسهیل میکنند. ترانزیت کالاها از طریق این خط آهن به اروپا و کشورهای شرق آسیا میتواند باعث افزایش درآمد و توسعه اقتصادی افغانستان شود. این خط آهن از طریق شهرک صنعتی منطقه عبور میکنند که این امکان را به وجود میآورند که کالاها و محصولات تولیدی در این مناطق به راحتی به سایر نقاط منطقه منتقل شوند. این ترتیبات میتواند به توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در افغانستان کمک کنند. خط راه آهن هرات خواف به افغانستان امکان دسترسی به آب‌های آزاد جهان را از طریق بنادر جنوب ایران به خصوص بندر چابهار و بندر عباس فراهم می‌کنند. این اتصال به بنادر به افغانستان این امکان را می‌دهند که کالاها و محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. افغانستان در طرح‌های بین المللی خطوط آهن شرق به غرب نقش اساسی دارند. از جمله این طرح‌ها می‌تواند به خط ریلی ترمیک مزار شریف کابل پشاور اشاره کرد که به توسعه اقتصاد منطقه و تجارت بین کشورها کمک خواهند کرد. استفاده از راه آهن برای حمل و نقل بارها میتواند هزینه‌های حمل و نقل را کاهش دهد و بهبود در فرآیند ترانزیتی و تجارت ایجاد کند. این خط آهن امکان دسترسی به مناطق محروم و کم توسعه را بهبود میبخشند. ایجاد این به مردم این مناطق کمک میکنند تا به منابع و فرصت‌های اقتصادی دسترسی داشته باشند. به طور کلی راه آهن هرات خواف به عنوان یک پروژه انبوه و استراتژیک تأثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی و تجاری افغانستان و منطقه دارد و امکان ارتباط و همکاری بیشتر میان کشورهای همسایه و مناطق مختلف را فراهم می‌آورد. من در اینجا ویدیو را به پایان می‌رسانم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای دیگر بدرود. لطفاً در کانال ما عضو شوید.